آبتین پلن چیه امروز؟ بگیریم ولی خب میبینی که بارونه. پس میریم به جنگ بیلیاردی. بیلیارد بلدی؟ خیلی خوش اومدین. قرار بود ویدیو قشنگی داشته باشیم جذاب باشه اما بارون گرفت. چرا بارون داریم ما سینه نداریم؟ از اونجایی که آقایزاد اعتراف کردن که بیلیارد بلد نیستن آوردمشون. یا هر چیزی نظر میدی باید یه جا بیلیارد من بیلیارد بلد نیستم. بعد منو امروز آورده بیلیارد بازی کردن. قرار ببازه. ازار ببین توپ از من چوب از من سوراخ است. تو چقدر نمکی توپ از من توپ از تو. توپ از من. نمیدونم اصلا چه غلطی دارم میکنم تو این ویدیو. شما که بلد نبودی اونو باید چرب کنی اول بپروشی. یه دونه از اون مثلثی ها بردار بیار توپا رو بچین عمو بهت یاد بده. بله بستگی داره چجوری بزنی. اوکی بیا. آقا آبتین چه سمیه این میرو. چه سمی دارم. آقا لباسا رو در میاریم. تیشرت ناسا تتو متو. آقا شورت دشمن پرچم ماست. چه ربطی داره؟ پرچم دشمن شورت ماست. پرچم آمریکا. باید با این بزنی به باقی توپا. اصلا نشکست ریدم ولی خب چیزی از ارزش‌های ما کم نمیشه. خب به جز 8 هر کدوم تونستی توش کن. نه دستتو اینجوری بذار. بعد نه نگاه کن اینجوری. آها آفرین یه چیزی درک کرد. دستتو بده بالا. آها آقا چه ویوی خوبی داری. فکر کنم این بچه از قزوین حرکت کرده. من از وقتی که چشممو گشودم ما بیلیارد بازی می‌کردیم. من از وقتی که چشممو گشودم ما بیلیارد بازی می‌کردیم. موقعیتو بهت دادم دیگه. اولین دورنگو من انداختم تا آخرش دورنگا رو من باید توش کنم. نه اینجوری خوبم. من نمیره توش. آخ ببخش. من دلدا نمیشم مثل تو اصلا چیزی واسه ارائه نداری داداش. صافتر از بخت منه. خب اینم نتونست. نوبت آقا آبتین. فقط میزنم بر بخوره که حرفی هم داخلش. اون دورنگه؟ دورنگه بله من دورنگ بودم. دوله دادی؟ همکنون بچه ها پلنگ. البته پلنگ ما چیزی به جز آقایزاد که اشکال نداره. سفید افتاد. روحیت رو دوست دارم. روحیت جنگ طلب. آبتین جون باز دوباره ما میخوایم قنبال کنیم این شوری. عجب ویویی داره. باورم نمیشه. آبتین پتانسیل چیز داری. تو که نمیتونی بکنی تو سوراخ چرا اصلا هم میشی. راهنمایی بکن. راهنمایی باید با سفید بتونی اون زرده رو بزنی. عالیه. نگاه کن وایسا زاویه دیدو. اوف چه فوکوسی کرد. نمیدونم این چجوری اینجوری فوکوس کرد. فکر کنم رو حالت سینماتیک گذاشتم. اوه شت من. خداش نریم تو بازی دیگه. آقا من دوست دارم این ویدیو رو اینجوری این ویدیو رو با خانواده نگاه نکن. این ویدیو وقتی موهات کوتاه کردی آره مخصوص پسرهای رنگی. یا اگه قرار باشه بره بی توف اچی. آره میشه سلاخ. میدونی وقتی که تعداد رنگای شما زیاد باشه چه اتفاقی میفته؟ بهت میگن اسمارتیسا رو میتونی جمع کنی. الان بعد اسمارتیسا رو جمع کنی آقا ازاد. اصلا اهمیتی برام نداره. فقط اومدی بازی کنی. فقط اومدم بازی. فقط من تولید محتوا. فقط اومدم تولید محتوا کنم. ما بازی نمی کنیم. بازی ما رو
ورزش نمی کنم ولی ورزشکار شاید. آره همون که آپتین گفت. خب آقا ازار چقدر مهرهای کمی داره ایشون، توپای کمی داره، میخواد از بنفش شروع کنه. ازار یه چی بکن تو. بذار من 2 تا بزنم دیگه. 2 تا بزن. 2 تا میزنم. تو بکن تو 3 تا بزن. میدونی به این میگم پیتوک، یعنی الان میتونم 3 تا بزن ولی الان من میتونم توپو جا بجا. نه خیر تو نمیتونی. داداش بکن. یه خوشحالی بعد گل، یه خوشحالی قبل شادانه بگو. بیروز و مردانه بگو. بریم سراغ بعدی بچه. داداش حالا چرا توپو از فردا تو بایو اینستا میذارم آموزش بیلیارد. حالا باشه یه دونه توش کردی، چرا توپ سفید رو جا به جا نخوره دستت به توپای دیگه. یه شانس دیگه دارم چون یه یکی دیگه هم بنداز. به خدا انقدر که من به تو حال دادم خدا تا حالا بهت حال نداد. این هم واسه این صورت. بچه این قسمت قرار بود بیلیارد باشه بازی کنیم ولی نمیدونم چرا اینجوری پیش میره. به من چه موقعیتی میده خودش جابجا میکنه. نه دیگه تو جابجا حق نداری بکنی. ما سعی میکنیم که از همین گوشه این بار دیگه هیچ شانسی نداری ازاد. از همین دور ببینم کدومشون رو میتونی بزنی. دست نزن don't touch قاده بازی ها. don't touch Don't touch. Just watch. اگر این بازی رو اونی که بیلیارد ساخت ببینه تنش تو گور میلرزه. بیاد این رد داده این بازی کن. اینجوری ویدیو باحاله، نه اینکه حالا بلد نباشه. موش تو سوراخ. اینم نه یکی دیگه همونجا بذار. همونجا نارنجیه رو بذار همونجا. بابا 10 مال منه. بذار یه دونه من بزنم دیگه. نه دیگه یکی دیگه. الان فقط قیام اون 10 مال منه. چه دست میزنی؟ داری با من بازی میکنی چرا من؟ سراغ بعدی. با دیوونه بود. چقدر عاشق این بازی شد. علی آباد 8 تا نباید بزنی، 8 تا بزنی میبازی. 8 تا آخر سر. آره آخر سر. چقدر من مسترم توی این گیم. از همونجا ازا دیگه داری همه رو به چیز بازی میزنی. از همونجا چی رو بزن. بابا ماشاءالله. بابا ما حالا نوبت منه. من دیگه بعد این بازی تو اوج میخوام خدافظی کنم. نوبتی هم باشه به این بچه هم یه نوبتی دادیم. بیاد استعداد خودش رو نشون بده. خدا. بعدش باید بچه ها 8 رو بزنم. باید یه جوری بکشم که بیاد عقب. 8 مال منه. بیاد عقب و وایسته. 8 هم میزنم واسه این سولاخ. گل زده. بچه ها اون جی تی ای بود رمز میزدن همه کار میکردن. الان میخواد تانک ظاهر کنه هزار. جا به جا نکنه. حقا من اصلا به فاصلم اعتقادی نداره. همه هوف ها اونو تکون نده دیگه. میخوام بهت نشون بدم 8 بالو چجوری میتونی برنده شی. حالا ایتا اصلا نه رضا نه رضا وایس اینا رضا قانونای بازی رو بهت یاد بده. خب یه شانس دیگه است. باشه از همینجا. یه شانس بهت میدم اگه اینو بتونی چیز گل کنی برنده ای.
اگر اینو بتونه بدون جابجایی بزنه من قبول میکنم که باختم. بدون جابجایی این بود نتیجه. ببینیم چیکار میکنه این بازیکن. ولی دمت گرم خوب تمرکز کردی. حاضرم یه شانس دیگه هم بهت بدم. ولی بعدش منم. نه واقعا اینو به چه امیدی زدی؟ یه شانس دیگه، یه شانس. اعتقادی به پیتوک به هیچی اصلا اعتقاد نداره این بازی. بابا دمت گرم خورد بهش. یه شانس دیگه. یه شانس دیگه. حالا چوبشون دیگه هیچ شانسی نداره. برنده این بازی رو اعلام میکنم آقا ازار. من حتما تو یوتیوب سابسکرایب کنید.